به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 22 دکبر این موضوعها را داریم. دکتر عبدالله در دوشنبه گفت که امیدوار است به همین زودی ها مردم افغان به صلح دست می‌یابند. نابالغ 13 ساله که 7 ماه پیش طفل به دنیا آورد از افشودن گمانبری تجاوز به ناموسش ناراضی است. اگر پلش محکم کنه و یا گرفته حبس کنه باید و یا بانک آسیای رشد میگوید روی پولکی دوشنبه چناق به گردش مال در تاجیکستان تاثیر منفی رساند. اداره را به دوش شرکتی ایریس است. بانک ملی تاجیکستان میگوید از ماه ینور تا دکبر سال جاری انتقال پول به کشور از خارج 9% کم شده است. بانک مرکزی این رقم را در پاسخ به نامه رادیو آزادی نوشته است، ولی از پیشنهاد حجم مبلغ‌های انتقالی موجود مینتی خودداری نموده است. این نهاد دلیل کم شدن انتقال پول از خارج را به خروج بیماری کووید 19، بسته شدن مرزها، پس گردیدن نرخ نفت و دیگر عامل‌ها ربط می‌دهد. در همین حال دیروز بانک مرکزی روسیه امور حجم انتقال پول به تاجیکستان را نشر کرد. در 9 ماه سال جاری افراد علایده طبق شبکه‌های پولفرستی از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 224 میلیون دلار انتقال دادند که در قیاس به سال گذشته 37% کمتر می باشد. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه به موضوع انتقال پول به تاجیکستان برمیگردیم. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که با یک سفر در تاجیکستان قرار دارد با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیدار داشت. به گفته نمایندگان سفارت افغانستان، واخوری عبدالله و رحمان طبق نقشه میبایست 45 دقیقه دوام میکرد، ولی 2.5 ساعت طول کشیده است. عبدالله در صحبت به خبرنگاران گفت با امامعلی رحمان اساساً درباره صلح گفتگو کردند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره معلوماتی بیشتر دارند. اینجا عبدالله با گروه از شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان دیدار کرد. او با تأخیر به این ملاقات حاضر شد و اساساً درباره گفتگوهای صلح با طالبان حرف زد. نکته مهمی برآمد عبدالله این بود که کشورش در گفتگو با طالبان برای حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر ایستادگی خواهد کرد. پایان برای رنج و مصیبت مردم افغانستان ناشی از جنگ برای شاهد باشیم. انشاءالله مردم افغانستان شاهد باشند. یا آرزوی همه مردم افغانستان. در پی آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، بسیاری از دایره ها از هیئت افغانستان طلب کردند که در مسئله زنان و حق آنها به تحصیل نباید گذشت کنند. عبدالله گفت راه رسیدن به صلح در افغانستان آسان نیست و باید شیب و فرازی های زیادی را پس سر کند. یک مسئله پیچیده است و وقتی که سالها جنگ، نزدیک 3 دهه جنگ ادامه داشته، مذاکره هم وقت گیر می باشه و ما خواستار ضایع کردن وقت در مذاکره نیستیم، اما انشالله که زودتر برسیم به اون چیزی که خواستیم. عبدالله روز 21 دکبر در رأس یک هیئت بلندپایه به دوشنبه پایتخت تاجیکستان وارد شد. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در 2 روز با رئیس مجلس نمایندگان، وزیر کارهای خارجه، سروزیر و رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار داشت. سفر عبدالله به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای دست یافتن به سازش صلح و پایان جنگ در افغانستان در این اواخر افزایش یافته است. دوشنبه رسمی همواره گفته است از روند مذاکرات صلح بین افغانی استقبال می‌نماید. دادگاه حصار یک ساکن این شهر را که به تجاوز به ناموس دختر نابالغ گمانبر میشد اول حکم زندانش را صادر و بعداً بر اساس قانون عفو آزاد نموده است. پیوندان جوانی که حالا در آزادی است حکم دادگاه را عادلانه و اتهام تجاوز به ناموس را تهمت میشمارند. اما خانواده دختر نابالغ که در پی تجاوز 7 ماه پیش طفل هم به دنیا آورده است از حکم دادگاه راضی نیستند. سرویناز روح‌الله و براد یوسفی نظر هر دو جانب بحث را شنیدند. نابالغ 13 ساله ساکن حصار که 7 ماه پیش طفل به دنیا آورد از عفو شدن گمانبری تجاوز به ناموسش در 1.5 سال پیش ناراضی است. او میگوید حکم دادگاه در برابر نفر آزار جنسی داده‌اش غیر انتظار بود.
سود پرسید که تو در کجا کردی در کجا ماندی. من گفتم فلان جا که من مجبوری خواب خیز کمی بهوشی بیاد کرد در پای گردن میزد همینطوری کار که من گفتم فلان کردم. بعد سود گشته طرفی و مرد که حسنی عبدالله فوزنی نگاه کرد باید بالا گفت ادوکات و بالا گفت که آزاد کردن. دادگاه حصار در رابطه با تجاوز این دختر نابالغ یک جوانی خویششان را گمان دانسته اول به 5 سال زندان محکوم کرده بعداً بر اساس قانون عفو آزاد نموده است. حکم دادگاه 2 هفته پیش صادر شده است. در دادگاه شهری حصار روز 22 دکبر به آزادی گفتند پرونده تجاوز دختر نابالغ و تولد فرزند مخفی بود و دادرس حاضر نشد صحبت کند. جانب جبردیده از بالای این حکم به دادگاه عالی شکایت برده است. август таҷовуз шудаги моҳи октябр баъд аф буромадаги санади аф 5 сол маҳрумӣ аз озодӣ таъин карда афа татбиқ кардаги парвандаи як рӯз ба суд баррасӣ кардам дархост тайёр кардем иқадар ариза тайёр кардем ягонта дархоста муайян накардем. حکم در حال صادر شده است که قبلا خانواده دختر از جریان تفتیشات ناراضی بودند. آنها گفته بودند پرونده مرد گمانبر از بند تجاوز به ناموس نابالغ به بند رابطه جنسی با شخصی که هنوز به 16 نرسیده است عوض شده است و آن جزای سبکتر دارد. قانون باید همتریه قانون باید با سر میتیه باید گرفته اگریبلش محکم کنن و گرفته حبس کنن باید و بود اینجا گشت اولی کتگی کده با نزدیکان عفو شده حکم دادگاه را عادلانه و اتهام تجاوز به ناموس را تهمت میشمارند. مادر این جوان گفت حتی سن و سال پسرشان در رسانه‌ها 10 سال بزرگتر نشان داده شده است که در اصل فرزند آنها 32 ساله است. سنجش دینک هم پدری این جوان را به طفل معین نکرده است. بنیاد تشبثی حقوقی میگوید در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایتی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت نابالغان دسترس شده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. بانک آسیای رشد در پی یک پژوهش اقتصادی اشکار کرد که پولکی شدن راه دوشنبه خوجند باعث 19% کم گردیدن گردش مال در تاجیکستان شده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان میگویند پولکی بودن راه مذکور امکان داده صفت را در سطح خوب نگهداری شده آن پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. کایمرسیت تو موضوع را ادامه می‌دهد. از زمان پولکی شدن راه دوشنبه خوجند که تجربه نخستین در تاجیکستان بود 10 سال گذشت. بانک آسیایی رشد در یک پژوهش فایده و ضرری به اختیار شرکت آفشوری ایرس یا اینوویتیو رواد سولوشن سپرده شدن یکی از مهمترین راههای تاجیکستان را بررسی کرده است. اقتصاددان‌های این بانک نوشتند راه پولکی به حساب میانه گردش مال را 19% کم کرد. به خلاصه مؤلفان پولکی کردن راه خراجات بارکشانی تاجران خرد را زیاد کرد. رفزنه ها یا نقطه های ایرس از 1 اپریل سال 2010 به پولچینی در این مسیر آغاز کردند. در اول نرخ حرکت ماشین های سبکرو برای هر کیلومتر راه 4 سنت و برای ماشین های بارکشان $4 مقرر شده بود. یعنی برای پره طی کردن راه دوشنبه خوجند رانندگان ماشین های سبکرو $11 و ماشین های بارکشان نزدیک به $100 می سپردند. بنابر پایین رفتن قربی سامانی نسبت به دلار، عین زمان شرکت اینوویتیو رود سولوشنز از هر ماشین سبکرو $7 یا 2 سنت برای هر کیلومتری راه پول میگیرد. با اطلاع بانک آسیایی رشد، تاجیکستان برای نوسازی راه دوشنبه خوجند نزدیک $296 میلیون خرج کرده است. از این مبلغ $281 میلیون قرض چین است که به مهلت 20 سال و با بهره سالانه 2% به تاجیکستان داده است. تاجیکستان عهدهدار است که تا سال 2029 این قرض چین را بازگرداند. با گذشت بیش از 10 سال به کی تعلق داشتن شرکت اینوویتیو رود سولوشنز در تاجیکستان هنوز یک راز مگو باقی مانده است. بانک آسیایی رشد میگوید ایرس یک شرکت آفشوری است و در جزیره های ویرجینیا بریتانیا از سوی شهروندان تاجیکستان ثبت نام شده است. تاجیکستان با ایرس برای پولچینی و نگاهبانی راه دوشنبه خوجند به مهلت 30 سال شرطنامه بست و همچنان این شرکت از پرداخت همه گونه انداز و باج‌ها بجز از پرداخت‌های اجتماعی آزاد است.
مخالفان مقامات تاجیکستان را برای آنکه نگاه و بین و جمع آوری پل را در یک راه مهم کشور به شرکتی نامعلوم دادند تنقید میکنند. مسئولان شرکت ایرس میگویند که برای وزیر پلچینی از این راه ده ها میلیون سامانی را برای ترمیم و پاککاری این راه از برف و سنگریزه خرج میکنند و اگر این مسیر مثل ایرس نگهبانی نمی داشت کار ناشایع میشد. بینندگان عزیز، همانگونه که در شروع برنامه اشاره کردم، امسال انتقال پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان کاهش یافت. این روند که اساساً به پاندمیای کووید 19 مربوط دانسته می شود، به اقتصاد تاجیکستان البته اثر گذاشته است. همکارم عبدالله اشورف در روزهای آخر سال 2020 از وضع اقتصادی تاجیکستان نتیجه گیری می کند. پاندمی کرونا ویروس ضعف‌های اقتصادی تاجیکستان را برملا کرد و نخست به منبع اساسی درآمد اقتصادی تاجیکستان انتقال پولی مهاجران کاری تاثیر رساند. بهار امسال در آغاز موج اولی کرونا ویروس، پرزیدنت امامعلی رحمان در نامه‌اش به صندوق بین‌المللی پول نوشت که انتقال پول تنها از روسیه 50% کم شده است. با گفته پرزیدنت، نظر به سال گذشته انتقال پول در 3 ماه‌های اول 80 میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. اگر به حساب امروزه بگویم، مهاجران در نیم سال 2020 از خارج به تاجیکستان نزدیک به 999 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ نظر به سال پیشین 195 میلیون دلار و یا 14.8% کمتر است. در 29 سال صاحب استقلالی تاجیکستان، واردات کشور نظر به صادرات دائم بیشتر بود. کارشناسان برای اصلاح وضع، راه‌اندازی درست استحصالات و تشکیل کارخانه‌ها را مهم ارزیابی می‌کنند. صنعت کرانی با سرعت، یعنی که ما تیز این چیزا باید برپا کنیم تا اینکه توانیم که به خارج بازار مال برآورده همون توازن پرداخت ما منفیگیش کم کنیم. ده اخلاً تاجیکستان تنها 30 اپریل نخستین مورد گرفتار شدن شهروندانش را به کرونا ویروس اعتراف کرد. تاجران و ساکنان عادی میگویند تأثیر پاندمی را به کار و زندگیشان احساس کردند. شهرهای ما اساساً از دولت‌های خارجی بودند. همین راه‌های هوایی، راه‌های پاییز، راه‌های ماشین‌گر محکم شد، برای سودای ما سست‌تر شد. سودا در تاجیکستان در حال سرد می شود که درآمد مردم کاهش یافت و در پس منظر این اکثر عائله‌ها خراجات خود را کم کردند. نجم‌الدین رحیموف با عرابه‌اش با بارکشانی مشغول است و به قول خودش اگر پیش روزانه تا 100 سامانی کار میکرد، حالا تا 30-40 سامانی درآمد دارد. خیلی دو چیزا میگیره با دست میبره. خیلی کارش دیگه. پیش با کانتا سوسار بودیم سوخا چنین چیزایی میشه. دو جگه خیلی نیست. خیلی که کارم سوست دیگه. بنابر پیشبینی بانک جهانی اقتصادی تاجیکستان سال 2020 2% رکود میکند. وزارت رشد اقتصاد و سودا به این پیشبینی موافق نیست. ما طبق معلومات‌های آماری فوری پیشکی در 11 ماه سال 2020 رشد مجموعی محصولات داخلی ما 4.4% را تشکیل میکند که در مجموع این قناعت کننده است. از سال 2010 این جانب اقتصادی تاجیکستان سال رشدی 6-7% داشت و در صورت رشدی 5% هم این سخت‌ترین افت اقتصادی در تاجیکستان در 12 ساله اخیر خواهد بود. کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان یک افسر نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی را با گمان انتقال 146 کیلو مواد مخدر در حدود ناحیه دنغره ولایت ختلان بازداشت کردند. عملیات بازداشت افسر مرزبان روز 18 دکبر از جانب کارمندان ریاست گفتگوی جنایی وزارت کارهای داخله و ماموران میلیسای ناحیه دنغره صورت گرفته است. افسر بازداشت شده که به خاطر احتمالیت بیگناهی از او اخه نام میبریم 25 سال داشته در یک قسم مرزبانی در ناحیه درواز کار میکرده است. نظر پیوندان و ادوکات بازداشت شده که تا کجا او در انتقال مواد مخدر دست دارد برای رادیو آزادی معلوم نیست. در همین ثانیه ها برنامه را بینندگان عزیز به پایان میبرم. تشکر به یکایک شما برای همراه بودم. تا صحبت بعدی چون همیشه میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نورهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود از آن که فردا با خبرهای نو و تازه همه شما را منتظریم. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.